نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادات الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردند. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا به همراه شما خوبان و سروران در برنامه دیگر همراه بشیم با ترجمه آیات دیگر از کلام الله مجید. در این برنامه همراه شما خوبان و عزیزان خواهیم بود با سوره مبارکه النازعات. سوره مبارکه النازعات از جمله سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده و دومین سوره جزء 30 کلام الله مجید هست. الله متعال در این سوره مبارکه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. 5 آیه اول این سوره درباره ملائکه است. الله متعال دسته های مختلفی از ملائکه رو و کارهایی رو که انجام میدن برای ما معرفی می‌فرماید. و النازعات غرقا، این تعبیر سوره به نام این تعبیر است. و النازعات، آن ملائکه‌ای که با شدت و سختی میگیرند جان مشرکین و ظالمین و فاسقین و فاجرین رو. و النازعات غرقا، و قسم به آن ملائکه‌ای که با شدت و سختی و تندی جان ظالمین و فاسقین و کفار و مشرکین رو خارج میکنن از بدن آنها. آن طرف مؤمنین و کسانی که تلاش کردند، متقین، ابرار و بندگان خالص الله متعال، آنهایی که برای الله متعال عبادت کردند، ملائکه‌ای که با اونها رفتار میکنن، رفتار اونها کاملا متفاوت است. و قسم و الناشطات نشطا، و قسم به آن ملائکه‌ای که جان مؤمنان و مسلمانان را به خوبی و راحتی و آسانی و سهولت میگیرند. این طرف مشرکان به سختی و مشقت و عذاب جان آنها گرفته می شود و آن طرف مؤمنان و متقیان به راحتی و آسانی جان آنها از بدن آنها خارج می شود توسط ملائکه‌ای که الله متعال به نام آنها قسم می خورد. و السابحات سبحا، و قسم با آن ملائکه‌ای که در بین آسمان و زمین برای اجرای اوامر الله متعال گویی شناورند، پیوسته شناورند و تلاش میکنند، در تکاپو هستند برای انجام دستورات الله متعال. و در این راه فالسابقات سبقا، اینها سبقت میگیرند از یکدیگر، همون کسانی که سبقت میگیرند در انجام دستورات الله متعال بر یکدیگر. فالمدبرات امرا، همان کسانی که ملائکه‌ای که الله متعال به اونها دستوراتی رو سپرده و اموری رو به اونها واگذار کرده به مشیت الهی انجام میدن و هیچ کوتاهی نمی‌کنند در انجام دستورات و اوامری که الله متعال به آنها سپرده است. ملائکه‌ای که وظایف مختلفی دارن، همه به دستورات خود انجام میدهند دستوراتشون رو و دستوراتی که به آنها رسیده رو از طرف الله متعال کوتاهی نمی‌کنند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینها هر آنچه که الله متعال به آنها امر کرده رو انجام میدن و معصیتی نمی‌کنند و اینها پیام رسانانی هستند، اینها ملائکه‌ای هستند، اینها فرشتگانی هستند که پیوسته به عبادت الله متعال و تسبیح او و تقدیس او و اطاعت از اوامر او مشغولند. قسم به این ملائکه که قیامت حق است و قیامت برپا خواهد شد. یوم
ترجف الراجفه، آن روزی که میلرزاند، آن اتفاق عظیم و سهمگینی که لرزه بر اندام عالم می اندازد به همه انسان ها و موجوداتی که آنجا هستند. یوم ترجف الراجفه، آن اتفاق لرزه افکن به وقوع خواهد پیوست، به همه چیز رو به لرزه خواهد انداخت. تتبعها الرادفه، بعد از آن اتفاق اول و سور اول که دمیده می شود، تتبعها الرادفه، یک اتفاق دیگری، سور دومی او رو پیگیری خواهد کرد و به پیاپی آن خواهد آمد. وقتی که سور اول دمیده شود به دستور الله متعال، تمام دنیا از بین می روند و تمام دنیا از بین خواهد رفت. بعد از اون الله متعال دستور می فرماید سور دومی زده بشه. بعد از این که الله متعال همه موجودات و حتی ملائکه رو، جان آنها رو خواهد گرفت و به جز ذات الهی کسی باقی نمی ماند و الله متعال ندا خواهد داد که لمن الملک الیوم، برای کیست اون روز پادشاهی؟ امروز پادشاهی از آن کیست و هیچ کسی نیست که پاسخ بده الله متعال رو و الله متعال خود پاسخ میگویند به خود، لله الواحد القهار. امروز پادشاهی از آن الله واحد قهار است. بعد از اون الله متعال دستور می‌فرماید بعد از خلقت دوباره اسرافیل علیه السلام که در سور بدمد و سور دوم دمیده خواهد شد و اون موقع تتبعها الرادفه، دوباره همه چیز برانگیخته خواهند شد، انسان‌ها و جن‌ها برای حساب کتاب. قلوب یومئذ واجفه، آن روز قلب‌ها بسیار لرزانند و می‌ترسند. ابصارها خاشعه، چشم‌های این قلب‌ها از ترس به زمین افتاده است و طاقت نگاه کردن ندارد. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، این کافران میگویند آیا ما دوباره باز میگردیم به گذشته و زندگی و حیات، یعنی بعد از مرگ وقتی که مردیم آیا دوباره زنده خواهیم شد؟ آیا دوباره حساب کتابی خواهد بود؟ آیا دوباره زندگی خواهد بود؟ آیا دوباره ما به زندگی برمیگردیم؟ اذا كنا عظاما نخره، آیا اون لحظه‌ای که استخوان‌های ما خاک خواهد شد، میپوسه استخوان‌های ما و باد میاد اینها رو میبره، آیا ما اون موقع دوباره زنده خواهیم شد؟ قالوا، گفتند، تلک، اگر این اتفاق بیفته که دوباره ما زنده بشیم، اذن کرة خاسره، آن هنگام بازگشت زیان آوری خواهد بود. چون اینها تمسخر میکردن، اینها باوری نداشتن به آخرت، میگفتن آخرتی نیست. اگر آخرتی باشه، به فرضی که شما میگید اگر باشه و دوباره ما زنده بشیم، اون زندگی زیانباری خواهد بود. چون میدونستن که اگر آخرتی باشه که یقینا این گونه است، اون موقع اینها در به در خواهند بود، اینها وضعیت خوبی نخواهند داشت، اینها خیلی زیان خواهند کرد اون روز، چون الله متعال اونها رو نخواهد بخشید. فانما هی زجرة واحده، یک فریاد تنها کافی است تا دوباره اینها از قبر خارج بشن. سور دوم، یک سور و یک فریاد از طرف اسرافیل علیه السلام دمیده خواهد شد تا اینها دوباره جمع بشن. فاذا هم بالساهره، اینها در یک دشت بدون هر گونه پستی و بلندی، دشتی که صاف هست و سفید، زمینی پاک که هیچی در اون نیست، اینها همه جمع خواهند شد به محضر الله متعال و اون روز دادگاه عدل الهی برگزار خواهد گشت. اینها این کار میکنند، قبل از اینها هم این کار کردن، خیلی ها این کار میکردن. این تنها امروز در زمان من و شما نیست که منکرند، در زمان رسول الله علیه السلام هم بودن و قبل از ایشون هم در طول تاریخ خیلی کسانی بودن که این حقیقت ها را این کار میکردن، خیلی قدرت داشتن و ثروت داشتن و خیلی شجاعت داشتن به زعم باطل خود و فکر میکردن که آقای عالمند. الله متعال یک نمونه از اونها رو ذکر میفرماید. هل اتاک حدیث موسی، ای پیامبر من ناراحت نشو از اینکه دور بری ها قبول نمیکنن دعوت تو رو، ای دعوتگر به توحید ناراحت نباش از اینکه نمیپذیرند. آیا نشنیده ای داستان موسی علیه السلام و هل اتاک، آیا نیامده است به پیش تو خبر داستان موسی علیه السلام؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى، آن لحظه‌ای که در سرزمین مقدس طوا، در وادی طور، در سرزمین سینا، در غرب شبه جزیره سینا و شرق
مصر، در اون منطقه بین مصر و فلسطین، در اون منطقه الله متعال ندا داد موسی علیه السلام رو وقتی که با همسر خود حرکت میکرد به سمت مصر. در اون سرزمین بر او وحی آمد. الله متعال تفاصیل این حکایت رو در داستان موسی علیه السلام در سوره مبارکه طه ذکر می‌فرماید که چگونه با موسی علیه السلام هم کلام شد. الله متعال بدون واسطه سخن گفت با موسی علیه السلام و دستور اصلی که به موسی علیه السلام داده شده بود این بود: اذهب الی فرعون انه طغى. برو پیش فرعون که فرعون طغیان کرده است. ای موسی، برو فرعون رو دعوت بده به سمت الله متعال، او رو فرا بخوان، باشد که ایمان بیاورد. فقل هل لک الی ان تزکی. به او بگو ای موسی با زبانی نرم و به راحتی، فقول له قولا لینا، با نرمی با او صحبت بکنید. تو موسی و هارون برادرت با فرعونی که ظالم است و ستمگر است به خوبی و نرمی دعوت را آغاز بکنید و به او بگو هل لک، فقل هل لک الی ان تزکی. آیا میل داری که پاک بگردی و رستگار بشی؟ و اهدیک الی ربک فتخشی، و من تو رو رهنمون بکنم و هدایت کنم به سمت پروردگارت تا باشد که بترسی از او و دست برداری از این کارهایی که داریم. برو فرعون رو دعوت بکن، برو او رو فرا بخوان به سمت خالق او و او رو دعوت بده تا باشد که از این ظلم خود و ستم خود و از این که دیگران رو به پرستش خود دعوت میکنه دست بردارد. فاراه الآیة الکبری. الله متعال برای اینکه موسی علیه السلام در رسالت خود دلیل قاطعی داشته باشه به او معجزاتی داد. فاراه الآیة الکبری، معجزات بسیار بزرگی رو به او نشان داد. عصا رو انداخت و عصا ماری شد و اژدهایی شد و دست در پهلو میکرد و بیرون می آورد و می درخشید دست او. اینها معجزاتی بود که الله متعال به موسی علیه السلام نشان داد و موسی علیه السلام هم این معجزات رو به فرعون نشان داد، اما فرعون قبول نکرد. فکذب و عصا، اما تکذیب کرد و عصیان کرد و نافرمانی کرد. ثم ادبر یسعی، روی گرداند و رفت تلاش میکرد تا در راه مبارزه با موسی علیه السلام تدبیر اندیشی بکنه، نیرو جمع بکنه. ساحرانی رو از گوشه و کنار مصر فرا خواند تا به مبارزه با موسی علیه السلام بپردازند. فحشر فنادی، همه رو جمع کرد در میدانی و ندا داد و به اونها گفت فقال انا ربکم الاعلی، من پروردگار والا و مقام شما هستم. انسانی در گوشه ای از کره زمین ندا داد که من خدای بزرگ و عظیم شما هستم. وقتی انسان خارج میشه از کره زمین، تصور کنید وقتی که الان تصاویری هست که به راحتی میشه این تصور رو برای ما به تصویر بکشه. از کره زمین بریم با شما بالا، بریم بیرون و بریم بالا و بالا و بالاتر. وقتی از کره زمین خارج میشه انسان، میره بالاتر، کره زمین رو دیگه نمیبینه. وقتی بالاتر و بالاتر میره، کره زمین کوچکتر و کوچکتر میشه. هرچی دورتر میره کره زمین گم میشه. کم کم کهکشان مجموعه منظومه شمسی رو میبینه. از اونجا هم که بالاتر میریم کم کم این منظومه شمسی خورشیدی که 1 میلیون برابر زمین ماست و بقیه ستارگان و سیارات همه گم میشن تا اینکه کهکشان راه شیری رو میبینیم. بعد از اون کهکشان راه شیری با میلیون ها ستاره و سیاره گم میشه. بعد از اون کهکشان های دیگر و دیگر و دیگر. در این کره زمین یک انسانی که در خود کره زمین جایی نداشت و پیدا نمیشد و دیده نمیشد، حتی در کشور خودش، آمد و گفت انا ربکم الاعلی، من پروردگار بالا مقام و عظیم شما هستم. فاخذه الله، الله متعال سرانجام در نبرد بین موسی علیه السلام و این فرعون ظالم و ستم پیشه، الله متعال او را عذاب کرد. فاخذه الله، الله متعال او را دچار عذاب کرد و گرفت. نکال الاخرة والاولی، در آخرت و در این دنیا. در این دنیا او رو غرق کرد و در آخرت هم او رو به دوزخ خواهد فرستاد. در این دنیا الله متعال عذاب آخرت رو قبل از اولا ذکر کرد، قبل از این دنیا. نکال الاخرة والاولی، چون
عذاب گرفت الله متعال در قیامت خیلی سخت‌تر از عذاب این دنیاست و الله متعال همین خاطر اول عذاب آخرت رو ذکر فرمود قبل از اینکه عذاب دنیا رو ذکر بکنه برای فرعون. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی. در حکایت فرعون و موسی علیه السلام داستان است، حکایتی است، نشانه هایی است و عبرتی است برای کسانی که میترسن از الله متعال. جای این تأمل داره و فکر داره که ما بشینیم و فکر بکنیم و ببینیم که چه شد، چرا فرعون به اینجا رسید. فرعونی که این همه قدرت داشت، این همه ثروت داشت، این همه توانایی داشت، سرانجامش غرق شد و کسانی که امروزه پا در مسیر فرعون گذاشتن وضعیت اونها بهتر از فرعون نخواهد بود. این کسانی که فکر میکنن قیامتی نیست، دوباره زنده شدنی نیست، دوباره انسان زنده نخواهد شد و این محال هست که دوباره انسان زنده بشه و حساب کتابی داشته باشه. الله متعال میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء. آیا خلقت دوباره شما سخت‌تر است؟ آیا خلق کردن شما انسان ها سخت‌تر است یا خلقت آسمان ها؟ بناها، الله متعال آسمان ها رو بنا کرد با این عظمت، با این شگفتی، ستاره هایی که میلیون ها برابر زمین شما هستند، سیارات عظیمی که صدها برابر زمین شما هستند، میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره مثل زمین شما خلق کرده. آیا خلقت آسمان ها سخت‌تر است یا خلقت توی انسان کوچکی که در این عالم عددی حساب نمیشی؟ رفع سمکها فسواها. الله متعال سقف آسمان رو بالا برد و به او شکل داد و به بهترین وجه استوار کرد آسمان ها رو با نظمی دقیق، با یک نظمی حیرت انگیز آسمان رو شکل داد و ستاره ها و سیاره ها رو در کنار هم قرار داد و نیروی جاذبه‌ای بین اونها رو منظم کرد و مرتب کرد و هر کدوم در یک مداری در حال چرخش هستند. و اغطاش لیلها، شب آسمان رو سیاه کرد، و اخرج ضحاها، و روز آسمان شما رو روشن گردانید. و الارض بعد ذلك دحاها، بعد از اون برای شما روی زمین رو گسترانید و آماده کرد بستر رو برای زندگی شما. اخرج منها ماءها و مرعاها، در زمین برای شما آب از زمین خارج نمود و برای شما چراگاه درست کرد که حیوانات و آن 4 پایانی رو که استفاده می کنید در اونجا بچرانید. اینها، هر کدوم از اینها جای تفکر داره. این آب چگونه به وجود آمد؟ چرخه ایجاد آب، باران، ریختن اون بر کوهها و برفها و تگرگها و دوباره جاری شدن نهرها و آمدن آب و خارج شدن گیاهان از زمین. اخرج منها ماءها و مرعاها والجبال ارساها. الله متعال کوهها رو برای شما استوار و مستحکم قرار داده است. متاعا لکم ولانعامکم، تا متاعی باشد، وسیله بهره‌ای باشد برای شما و همچنین برای 4 پایان و حیواناتی که شما از اونها استفاده می کنید. فاذا جاءت الطامة الكبرى، آن لحظه‌ای که آن اتفاق عظیم و حادثه بزرگ قیامت اتفاق افتاد. یوم یتذکر الانسان ما سعی، آن روز هر انسانی بیاد خواهد آورد آنچه رو که تلاش کرده است. انسان تمام پرونده اعمال خود رو خواهد دید. انسان تمام فیلم زندگی خود رو مشاهده خواهد کرد. و برزت الجحیم لمن یری، و زمین و دوزخ نشان داده خواهد شد برای هر کسی که ببیند. دوزخ رو همه خواهیم دید. الله متعال در سوره مبارکه مریم میفرماید و ان منکم الا واردها، این امکان ندارد که شما دوزخ رو نبینید. پل صراط بر روی دوزخ است و دوزخ زیر پل صراط و جهنم، و هر کسی که از روی پل صراط رد میشه دوزخ رو میبینه، حتی مؤمنان و حتی کسانی که وارد بهشت میشوند. و برزت الجحیم لمن یری، و بارز میشود و از دور مشخص است و هویداست دوزخ برای هر کسی که نگاه کند و ببیند. فاما من طغی، در آن روز هر کسی که طغیان میکند، هر کسی که طغیان کرده است در این دنیا و در این دنیا طغیان میکند و از حدود الهی خارج شده و نادیده گرفته خط سرخهای الهی رو، و آثر الحیات الدنیا،
و ترجیح داده زندگی دنیا رو بر زندگی آخرت و آخرت رو به قیمت دنیا فروخته است و به جای اینکه آخرت رو در نظر بگیره دنیا رو خریده و آخرت خود را فروخته است. فإن الجحیم هی المأوى، جایگاه این شخص دوزخ است و عذاب و آتش است. و اما من خاف مقام ربه، اما اون کسی که از جایگاه پروردگار خودش ترسیده و این ترس سبب شده که نهى النفس عن الهوى، تا نفس خود رو باز دارد، نفس خود رو نگه داره از خواهشات هوا و هوس خود. فإن الجنة هی المأوى، جایگاه او جنت است. خواهشات نفسانی رو انسان هر چقدر کنترل بکنه به همین اندازه موفق تره و جنت در گرو کنترل خواهشات نفسانی است. فإن الجنة هی المأوى، سرانجام کسی که نهى النفس عن الهوى، نفس خود رو کنترل کرد از هوا و هوس، جنت است. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از تو میپرسند درباره روز قیامت، درباره روز قیامت از تو میپرسند کی لنگر می اندازد و کی فرا خواهد رسید. از تو میپرسند که روز قیامت کی فرا میرسد. ایان مرساها، کی زمان لنگر انداختن اوست. اینجا تشبیه شده به روز قیامت کشتی که لنگر می اندازد. گویی که کشتی زندگی انسانها در این دنیا یک روزی لنگر خواهد انداخت و مسافران این کشتی باید پیاده شوند و هر کسی بار و متاعی که همراه خود داره فقط از این کشتی برمی دارد و می برد و بیشتر از اون چیزی برای او نخواهد ماند. از تو می پرسند که قیامت کی فرا خواهد رسید. فیما انت من ذکراها، تو از کجا می دانی که قیامت کی فرا خواهد رسید؟ حتی رسول الله علیه السلام هم نمی دانست که چه موقعی قیامت فرا خواهد رسید و رسول الله علیه السلام آگاه نبودند از روز برگزاری قیامت و از لحظه برگزاری قیامت و از اون موقعی که چه قیامتی فرا خواهد رسید. الی ربک منتهاها، پایان این دنیا و پایان حکایت قیامت برای پروردگارت مشخصه فقط و فقط اون میدونه که چه موقعی قیامت برپا خواهد شد. انما انت منذر، تو فقط پند دهنده ای هستی ای پیامبر من، وظیفه تو پند دادن است. من یخشاها، هر کسی رو که میترسد از روز قیامت تو پند میدی اونها رو و این وظیفه تو فقط همین است که اونها رو بترسونی از اینکه آنچه که پیش روی اونهاست و خبر بشن که قیامتی هست، حساب و کتابی هست و آمادگی بگیرن برای حساب و کتاب و برای قیامت. که انهم یوم یرونها، روزی که میبینند قیامت رو گویی که آنها لم یلبثوا، نگذرانده اند در این دنیا الا عشیة او ضحاها، مگر فاصله صبح تا ظهر یا فاصله ظهر تا عصر و مغربی رو. این حقیقت دنیاست، این خلاصه کل دنیاست. الله متعال میفرماید که تا هر چقدر عمر بکنی، اگر 30 سال، اگر 40 سال، 50 سال، 60، 90 و یا بالای 100 سال هم عمر بکنی، اون لحظه‌ای که از این دنیا میریم، اون لحظه‌ای که فراق به سراغ تو خواهد اومد و از این دنیا خارج میشیم، وقتی نگاه میاندازی به گذشته خودت و دنیا رو نگاه میکنی، گویی که فقط یک نصف روزی رو زندگی کردی، صبح تا ظهر یا ظهر تا عصر و مغرب. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها، صبح یا ظهری رو. و در سوره مبارکه یونس الله متعال میفرماید که انهم، اون روزی که اینها، روز قیامت، و یوم نحشرهم، و وقتی که من الله با عظمت اونها رو حشر میکنم، که لم یلبثوا، انگار که اینها نگذرانده اند در دنیا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم، مگر اینکه یک لحظه از دنیا، یک لحظه ساعتی در این دنیا بودن، با چند نفری آشنا شدن و رفتن. این حقیقت این دنیاست. انسان وقتی که الان نگاه میکنه، همین الان من و تو نگاه کنیم به گذشته خودمون، فکر میکنیم چند روزی بیشتر نگذشته از عمر ما. انسان وقتی که از اون دنیا نگاه میکنه به دنیا، این دنیا فقط فاصله یک صبح تا ظهر است و یا فاصله یک ظهر تا عصر. و وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که این دنیا فقط یک لحظه است که ساعة من النهار
یتعارفون بینهم. یک لحظه از روز و شبانه روزه که انسان با چند نفری آشنا میشه و میگذاره و میره. به این خاطر ارزش نداره این دنیا که من و تو در این دنیایی که یک لحظه است، در این دنیا دری بشکنیم، ظلمی بکنیم، ستمی بکنیم، حقی رو نادیده بگیریم، مغرور و متکبر بشیم، الله خود رو فراموش بکنیم، حکایت مسافر بودن خودمون رو در دنیا از یاد ببریم و فراموش بکنیم به کدوم سمت و به کجا سفر داریم و حرکت خواهیم کرد. این خلاصه ای از مفاهیم سوره مبارکه نازعات بود که از الله متعال میخوایم ما و شما رو توفیق بده تا آمادگی بگیریم برای مرگ، برای خارج شدن، برای رفتن از این دنیا و از جمله کسانی نباشیم که به یک بار مرگ به سراغ آنها می آید و آنها رو غافلگیر میکنه و فرصتی ندارن برای اینکه آمادگی بگیرن. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني